فوتبالبازی دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو روز 22 ینور شخصا به دادگاه مادرید آمده حکم دادگاه را اعتراف کرد. او موافقت کرد است که به خاطر سرکشی از سپوردن انداز نزدیک به 19 میلیون یورو جریمه سپارد و در مقابل حبس 23 ماهه او شرطی خواهد بود. بر پایه قانون‌های اسپانیا نفری که اولین بار جنایت صادر کرده است شرطان از آزادی محروم می شود. در گذشته دیگر ستاره‌های فوتبال دسته‌های معروف اسپانی به مثل نیم محافظتگر دسته ریال مادرید لوکا مودریچ و کاپیتان دسته بارسلونا لیونل مسی برای سرکشی از سپردن انداز مجازات شدند. در رویخط مجازات شده ها نام مربی سابق دسته ریال مادرید ژوزه مورینیو نیز به چشم می‌خورد. همه آنها با پرداخت جریمه از تعقیب قانونی جلوگیری کردند. برنده 5 کرته توپ طلایی کریستیانو رونالدو سال گذشته بعد پیروزی دسته ریال مادرید در جام قهرمانان اروپا به دسته یوونتوس ایتالیا گذشت. او یکی از ثروتمندترین ورزشکاران روی عالم به شمار می رود.